امباپه در بحران، ستاره‌ای که محو شده، از اوج تا سقوط این بازیکن. 2 هفته پیش بود که امباپه مقابل سیتی درخشید، اما حالا مقابل اتلتیکو محو شده بود. رئال مادرید در حالی به بازی رفت که با مصدومیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد و غیبت واقعی در زمین فرم افت کرده امباپه بود. مشکل دندون درد یا مسئله عمیق‌تر، کشیدن یه دندون شاید دلیلی موجه باشه، اما آیا واقعاً همین موضوع باعث کاهش تمرینات، افت عمل کرد و از دست رفتن حس رقابتی اون شده؟ آنجلوتی خیلی نگران این موضوعه. او معتقده که نسخه ای از امباپه که همه رو مقابل سیتی شگفت زده کرده بود دیگه وجود نداره. آمار هم تایید میکنه، یک شوت بی اثر، 33 تا پاس، 7 بار از دست دادن توپ. هواداران زمزمه های نارضایتی رو در برنابئو آغاز کردن. اما آیا امباپه دوباره میدرخشه یا دوران افولش آغاز شده؟ آنجلوتی واقعا به اون نیاز داره و سوال بزرگی که اینجا پیش میاد اینه که آیا امباپه هنوز همون قاتل بیرحم مقابل دروازه ها هست؟ برنامه ریزی عجیب سازمان لیگ. استقلال و تراکتور در استراحتن و رقبای عربستانی در ماراتون بازی ها. در حالی که استقلال و تراکتور برای بازی برگشت مقابل النصر و التعاون آماده میشن، سازمان لیگ بازی های داخلیشون رو لغو کرده تا فرصت 7 روزه رو برای آماده سازی داشته باشن. اما در سمت مقابل النصر و التعاون در 11 روز 4 بازی سنگین انجام میدن. تیم ملی در بحران آمادگی. با توجه به برگزاری بازی‌های استقلال و تراکتور در 26 اسفند، 6 بازیکن ملی پوش تنها 1 روز قبل از دیدار حساس مقابل امارات فرصت تمرین خواهند داشت. این در حالیه که تیم ملی امارات پس از تعطیلی لیگ از 10 اسفند بازیکنانش رو کاملا در اختیار داره. آیا برنامه‌ریزی سازمان لیگ به ضرر تیم ملیه؟ چرا نمایندگان ایران از استراحت بهره‌مندن اما تیم ملی دچار کمبود زمان میشه؟ آیا این تصمیمات به ضرر ایران در مسیر جام جهانی تموم نخواهد شد؟ امیدواریم که یه فکری به حالش بکنن. بارسلونا در لیگ قهرمانان. ستونهای غیر قابل جایگزین فلیک: ژول کنده، رافینیا، لواندوفسکی و پدری 4 مهره اصلی هانسی فلیک در این فصل از لیگ قهرمانان بودند. تنها بازیکنانی که در تمام 8 بازی به عنوان بازیکنان و مهره‌های ثابت به میدون رفتند. لواندوفسکی با 9 گل برترین گلزن تیمه و پس از او رافینیا با 8 گل قرار داره. این ستاره برزیلی همچنین 5 پاس گل داده و سریعترین بازیکن بارسا در این رقابت ها بوده. کاسادو فرمانده خط میانی با 39 ریکاوری و 19 تکل بیشترین تأثیر رو در بازپسگیری توپ داشته و پس از کوبارسی بیشترین پاس موفق رو ثبت کرده. اما سوال اصلی اینجاست که این مهره ها میتونن بارسا رو به افتخار اروپایی خودشون بازگردونن؟ و اما اتلتیکو و حاشیه‌های بازی در مقابل رئال مادرید. اتلتیکو در آستانه جریمه، یوفا در کمینه. یوفا به دلیل بی‌احترامی هواداران اتلتیکو مادرید در برنابئو در حال بررسی جریمه مالی و ممنوعیت بلیت فروشی برای بازی‌های خارج از خونه این باشگاهه. اما چه اتفاقی افتاد؟ گروهی از هواداران اتلتیکو علاوه بر توهین به طرفداران رئال مادرید در دقیقه سکوت برای خاویر دورادو بازیکن قدیمی رئال مادرید باز هم دست به بی‌احترامی زدند. یوفا این تخلفات رو ثبت کرده و حکم نهایی پس از پایان مرحله حذفی اعلام میشه.
سابقه جریمه های مشابه میتونه برای بارسا و بیلبائو باشه که برای مثال بارسا 10,000 یورو جریمه و ممنوعیت فروش بلیت برای یک بازی اروپایی رو داشت. اما بیلبائو فقط 30,000 یورو جریمه داشت. آیا اتلتیکو هم از این مجازات ها فرار میکنه یا یوفا این بار تصمیمی سختگیرانه تر خواهد گرفت؟ خواهیم دید.